سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و بسای خانگی. ما امروز همراه پیتزا تیار میکنیم با لواش. بسیاری ها خواهش کردن که از لواش هم یک چند نمود صبحانه و پیتزاهای آسان طرز تیار کنیش نشان دهید. ما امروز پیتزا تیار میکنیم با لواش. محصولات به ما لازم است. من کلبسه گرفتم، کلبسه مرغیم. بسیاری ها ما خیلی کلبسه استعمال نمیکنیم، خیلی حرام یا مرغ جاش به مرغ استفاده بریم یا گوشت گاو استفاده بریم میشد میگفته سوال میکنن. خیلی اگر گوشت گاو و گوشت مرغ استفاده بردن خواهید کرد، هر دوشه یا آبپز یا زیربانده مایده کرده میکنید قطعش بر. من امروز کلبسی کورینی گرفتم برای فرزنده. بسیارتر کورینی میگیریم، خیلی بسیار فرزنده نغز بینم. من سیر لواش گرفتم. من لواش علکای ریزه کردم، من 4 کنجه ریزه کردم لواش. من پمیدار بالگری سرخ بادرین گرفتم. من ماینز کاتچوب لازم است. من سیر میگذرانیم اتیارتا 100 گرم 150 گرمش میرسه. من کاتچوب و ماینز میگیریم. خواهیم جدا جدا خلطی لواش بمالید یا که همراه کره مالیدن میشه. بسیار نیتو قاشق گریم میشه. من لیست با من لواشه من شروع میمونیم. من محصولات ترکر ماینیزو من کاتچوب شروع میمالیم. خواهید قبطش بمالید، نخواهید سیر پاشید. من سیر میپاشیم. خیلی کوین لواش کی با راهی آسان تر. خیلی من خمیر کی تیار کردگیش مای مینی پیتزا کانال با خیلی کو با راهی آسان خواهش کردم. من دویم قبطش. بسیاری ها میگن خیلی خودتان خمیرش هم تیار کنید یا که می طرزی ویش هم نشانتی تیار کنیش هم نشانتی خمیرش گفته وای میکنن. خیلی کو با راهی آسان ترش. بسیاری ها سیرکار خیلی رسیه به من همه ما مسافرتند. بسیاری ها من با سیر میپاشیم. من سیریوم قبطشه پشته. من با ماینیزو من کاتچوب شروع میمونیم رفته. من کو کلبسه میچینیم. من پمیدارمو من خیلی بسیار نگرفتم. پمیدار بالگر خیلی با چه خواهید مانید میشه. توقع کنید وشمه میشه. خیلی کو من سیره کو من شروع میپوشیم بالاش برم. خیلی من ویسه مینی پیتزا با سیری کلباسنی کرگی بودم. کلباسنی آب نمیشه درستی. من خدا مخصوص میخواه کرگی بودم برای اینکه فرزنده خوشککش نغز بینم. خیلی راستی بسیارتر برای فرزنده شده تیار. من با مدتی 10-15 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم. من پیتزای ما هم تیار شد. من چقدر تیار شد آسانه. من پیتزای ما چخیل آمد. من گرده خمیرش خوشککی نغز آمد. اگر قاق که نغز بینن من بسیار
اشتیاق آور. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. تیار کنید به نهایت آسان، در 5-10 دقیقه تیار میشه. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.